بعد میکنیم طاهر جان با شماییم. مرسی رسول جان. برگردیم به رقابت پرتاب دیسک بازی‌های پاراسیایی و خدیجه عبدی از جمهوری اسلامی ایران که باز هم وارد دایره پرتاب شده تا پرتاب بعدیش رو انجام بده. ببینیم با چهارمین تلاش خودش چه خواهد کرد خدیجه عبدی که اینجا دیسکو رها میکنه و باز هم همون منطقه یه جورایی قرارداد بسته با اون محدوده‌ای که دیسکش فرود میاد که من امیدوارم سریعتر لغو قرارداد بکنه و بره دیسکش به مناطق بالاتر و مسافت‌های بیشتر. این امکانیه که خدیجه عبدی قطعاً داره و ما امیدواریم این کار رو انجام بده. منتظریم تا حد نصابش اعلام بشه، حد نصاب چهارمین پرتاب خدیجه عبدی که شما بینندگان عزیز دارید به صورت آهسته این پرتاب رو ملاحظه میکنید که دقیقاً هم کجا فرود اومد دیسک خدیجه عبدی. 27 متر و 5 سانتی متر بهبود عملکرد داشت ولی کماکان در جایگاه چهارم. برگردیم پیش رسول عزیز.